میگه کدام پاچا بود؟ عسکر خدا گفت بچه این ماشه که من میتونم بر تو کفایت میکنه. گفت والا یک چیزا که رکتش گت میکنم. گفت چی رکتش گت میکنی؟ گفت یک چیزا که رکت میکنم. گفت برای زمین 2 ماشه بده. 2 ماشه که داد گفت چطور است این ماش بر کفایت میکنه؟ گفت والا یک چیزا که رکتش گت میکنم. پاچا صدا کرد گفت دل مرا ترقاندی. چی رکتش گت میکنی؟ گفت پاچا صاحب. گفت بله. گفت نمی مملکت است تو است یا نه؟ گفت بله. گفت اگر پاکستان رو بگیری، ایران رو بگیری، شوروی رو بگیری، کل جهان رو بگیری، قناعت نکنی به درد نمیخوره. گفتی نمی یک ماشه که به من میدادی من از چاو میکشیدم که یک گلاسه میکشیدم میخوردم از خداوند شکر میکشیدم قناعت میکردم. یکی ماشین بود یکی قناعت بود. قناعت که کتیجگت میکردم بهترین خوشبخترین دنیا بودم. قناعت سبب سعادت. امروز اگر تو برای من که برادران شیر پاچایی تام بیتی که من قناعت نکنم به درد نمیخوره. برکت بیره دیگه. پاچا گفت سر از نمی لحظه گفتم می 2 ماشه تا که زنده سی بخو. می 2 ماشه که برش میداد گفتم می 2 ماشه تا که زنده سی بخو. دیگه مشاقت. دیگه مشاقت.